آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. رسول الله گفت که جسدی را برای جنت البقیع برای کوه احد 19 کیلومتر درازی داره، 5 کیلومتر بلندی. باید مقام لرزه کرد، داد و فریادش کنم یا رسول الله، اگر گفت جسدی گفت حمزه را گفت بقیع میبری، منم دنباله تابوت میرم کوچه های مدینه. شما میدونید که من به این قدر مسافه دور و بلندی و پهنای کوچه های مدینه بودم، چی میشه احوال کوچه؟ به این خاطر اگر شما لطف کنید یا رسول الله همین را در جهت گور کنید در سایه من تا اینکه من هر زمان حمزه را گوش تماشا کرده بستم. رسول الله گفتن همینجا گوش کنید، بنابراین در همون به خود بکنن زیر سایه به خود دارم. خب نسبت هیچ انا ببین حمزه را کی کشتن؟ وحشی کشتن. ما نمید وحشی باید مسلمان شد، مسلمان شد که ما حق نداریم که نسبت به کشتن حمزه کینه شد بگیریم. تو با وقتی که حمزه را کشتی خیلی نه، او زمان جاهل بود. دوباره وقتی ایمان آورد والله علم در جنگ بدر یا خندق بود، همین وحشی یکی از دشمنان سخت خدا را کشید. عبدالله ابن سبای منافق کشید. بعد از یک وحشی یک کافر هم کشته شد، یک مسلمان هم کشته شد. هم وحشی چی میگه؟ میگه من در کشتن حمزه از خدا پناه طلب کردم و در کشتن عبدالله ابن سبای منافق از خدا شکرانه کردم. سبب کشتن حمزه ایمان آوردن شد، سبب کشتن عبدالله ابن سبای منافق سبب جنت رفتن شد. بنابراین ما حق اعتراض نسبت در اصحاب پیغمبر نداریم. خدای تو رؤوف و مهربانی، گناهانی که اونا کردن رو بخشیده شد. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل آمين ولك بمثل ذلك. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ضمن همین 5 آیه که من خواندم حدیث فرمود دعای انسان مسلمان برای برادر مسلمان در غایب و پنهان چی؟ از او قبول کرده میشه. بسیاری وقتا اگر شنیده باشید از بزرگاتون میگن که دعا را در پشت بکن، درون نکن. دعا در غیب قبولتر است. دعا در غیب قبول. بچه ها رفتن روسیه از ما دعا گرفتن میرن هر روز. ما دعا میکنیم که برفتن باز از پشت دعا کنیم. دعای خالصانه میشه. پروردگارا من دعا بکنم. بچه های مسلمان رفتن به خاطر یک بریدن نانی رفتن، زندگی اون خوب شاگفته رفتن، دعای من در حق را قبول کن، براشون رزق و روزی خوب عنایت فرما، از وجه حلال غنیشون گردان، از او سون بعد از جمع و جور شدن کارشان خدای با چهره کشاده و با کسته های پری پل با یک وقتی خش توسط از زن فرزند و پدر مادرشون بیاد. این دعا در غیب قبولتر میشه. اونا خبر ندارن که من در عکس الله کردم. این دعا قبولتر است. این دعا را خدا چی در حق اونا قبول میکنه. خب در بالای سرش فرشته نظارت دارد. هرگاه برای برادر مسلمان خود دعای خیر کند آن فرشته میگوید آمین. حالا اگر همینجا ما دعا کنیم در حق برادرای غایب ما، اونایی که نیستن، حالا طوری سری ما چیه؟ پوری ملائکه است. ما دعا کردیم کلمه‌های خوب از هم رو مثلا اونا میگن آمین آمین آمین. دعای ما قوت بیشتر میگیره. اگر بگیم که خدای فلانی را حق بکن، اونا در آمین نمیگن. حاضر در آمین نمیگن چون
میگه که شاید که این شخصی دعا کن با از قولش بگردن به خدای حلالشان نکرد. همه پیغمبرای دنیا از آدم تا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حق امتشون دعای بد کردن. دعای پیغمبر خدا قوم را هلاک کرد. دعای پیغمبر خدا خود نوح دعا کرد قومش زیر آب ماند. لوط دعا کرد قوم از بالا سنگ باران کرد. از بالا سنگ بارید چنان سنگ بارید که همه هلاک شدند. موسی دعا کرد فرعون دریا کشید. همه همیشه به دعای پیغمبر را شد، اما پیغمبر را چی کرد؟ دعا نکرد. گفت خدایا قوم مرا هدایت کن. من دعای بد نمیکنم چون قوم مرا کامل گفت اگر من دعا بکنم گفت بیشک دعام قبول میشه هلاک شود. من با کی میگه پیغمبری میکنم؟ بنابراین من در حق امتون دعای بد نمیکنم. گفت رسول الله فقط دعای هدایت میکنم. شهر طائف آمد رسول الله وقتی مردم دعوت کردن مشرکای طائف چنان سنگباران کرد که تمام وجود رسول صلی الله علیه وسلم همه خونسا شده. جبرئیل آمد و یا رسول الله اگر اختیار کوه را ملائکه مسئول کوه هم تطیب و نگیره اختیار کوه های طائف در دست خود نگیره اگر تو بخواهی بالای مردم طائف چپا شده. رسول الله گفتن نه من با این ضربهایی که من زدم ناراحت نیست. از خدا فقط یک چیز میخوام که خدا هدایت شد نه هلاک شد. بنابراین هر وقتی که ما در حق یک برادر غایبی مسلمان ما اگر دعا بکنیم در بالای سر ما فرشته ایستاده است. فرشته دعای ما رو آمین میگوید. نظارت کرده ایستاده است. خب برای آمین میگوید برای تو است مانند آنچه که تو برای او میگوید و میخواهد. هر چه که تو به نفس خدا میخواهی به نفس برادر مسلمان کن چی بخواه. استعیذ بالله وقال تعالى در باب آداب سلام و آداب سلام. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها. وقال تعالى واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. خداوند متعال می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده وارد خانه غیر خانه خودتان نشوید تا اینکه اجازه بگیرید. هر جایی که میروید همترنگی یک گوی خانه خودت بره همتر درآمده نرو خانه یک نفر انسان. وقتی کجای مهمانی هم که میری کجایی که رفتی حتما در اول بکن در تک کن صدا تا بلند کن صاحب خانه براید قبولت کرد بدرا در که شدم در اینج گاوی به نقطه پاری درآمده است نگه که شاید خانه او زنی او مویشو نکرسده است یک کار زندگی دارد یک سرش است یک بدنش اوریان است. تو مردی بیگانه همه خانه یک مردی مسلمان تا به باش و پشت درآمده نگیره. قاعده همین است که هر جایی که میره چی صبح هست چی نصف روز چی بیگاه اول در تختر بکن زنگی باشه زنگ بزن صاحب خانه اگر مردها براید تو را اجازه دادم بدرا اجازه دادم ندرا اگر از روی که تو مردک نیست اگر برا ندرا. الله رسوله وارد خانه غیر خانه خودتان نشوید تا اینکه اجازه بگیرید. خانه خودت باشه بدرا برا به اجازتان. خانه خودت اجازه نگیر از آن اجازه میگیری از کی؟ خانه خودت بدرا لیکن خانه غیر خودت میگی اجازه نگیر و بر ساکن آن خانه سلام میده. وقتی که آمد اگر صاحب خانه رو پرد کشه بگو السلام علیکم و رحمت الله. این تنها سلام برای غیر خانه نیست. شما که خانه تان در آمده به فرزندتان سلام بدید. ما مسجد میگوییم وقتی که مسجد خالی و هیچ کس نیست بگیم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لیکن مسجد وقتی میگوییم که مردم در حالت ذکرن امر معروف است نهی منکر است تلاوت قرآن صدا بلند نکن سلام در بدیل درود رو. چون وقتی تو سلام میگی اینا باید چطور کنن؟ علیم بگیرن علیم بگیرن گناهکار میشن تیا بگیرن ای خاطر سلام تا بلند کن. اینو گوش کردن گوش کردن یه واجبه با علیم گفتن یه چی دیگه با دیگه که دور آمده
سلام بده برادران. دیگر آیه خداوند چی گفت؟ هرگاه به شما سلام کردن شما با صورت بهتر جواب سلام بگید یا همان را در پاسخ بگید. اگر شما را گفتن السلام علیکم، همین خواهر سلامتی شما را السلام علیکم، شما جواب از سلامتی بهترتر جوابش بگید. بگید و علیکم السلام و رحمت الله. اگر گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما جواب بهتر کنید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک کلمه زیادتر کنید، فیض ببینید شما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رسول صلى الله عليه وسلم مسلم بخاري عبد الله كسي عمر روایت میکنه خدا عمر راضی شود. مرد از رسول صلی الله علیه وسلم سوال کرد که آداب اسلام، سوال کرد آداب اسلام کدام است؟ آیا اسلام افضل؟ کدام اسلام افضل است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که خب یکی از بهترین آداب اسلام به مردم طعام دادن است. طعام دادن کار هر کس است. تطعم طعام میده بر کسی که میشناسی و نمیشناسیش. طعام بوته معرکه که میکنی کسی که آمد خانه خوردنی میشناسی نمیشناسی اوقاتش بوته برای یه خیلی چی میگن؟ اشاره نکن. حالا یه باقی معرکات چی خیلی شکر؟ نمیشه میگن تو برای تمام نه تمام بوته بفی سبیل الله. وقتی تمام بی خیرت اشاره نکن. عمل با مردم بره الله رزاق است، رزق همه را میتید. بنابراین کسی را میشناسی و میشناسی تعاملش بده، سلام بده. هر کسی را میشناسی و میشناسی سلام بده. اگر مسلمانه سلام بده. اگر که کافران شما سلام میتید سلامش توجه بکنید. اگر گفت السلام تو بگو علیکم السلام، اون با تو مرد خواستار است. کافر هیچ وقت بر مسلمان سلامی حقیقی نمیدید. میگه السلام، معنای السلام با تو مرد میخواهم. تو بگو در جوابش که منم با تو مرد و علیکم السلام. رسول الله وقتی در مدینه میگه یهودی میگن السلام، رسول میگه علیکم السلام. منم با شما مرد میخواهم. اگر بگن که السلام علیکم، همین اگر بگن و علیکم السلام در جوابش. این بود آداب سلام و آداب اسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا